به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم مجموعه CFD Experts. بنده جواد سپاهی هستم، در خدمتتون هستم با دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم CFD. خب قبل از اینکه جلسه اول این دوره رو شروع کنیم، لازم هست یک سری نکات کلی در مورد این دوره خدمتتون بگم. نکته اول این که CFD یک مبحث خیلی گسترده هست. توی دانشگاه‌های ما چندین درس مرتبط با CFD ارائه میشه. هدف من این نیست که همه این درس ها رو خدمت شما بگم. همونطور که از نام دوره برمیاد، این دوره آشنایی با مفاهیم اصلی CFD هستش. خب تو دانشگاه‌های ما درس‌هایی مثل CFD مقدماتی ارائه میشه که توی دوره کارشناسی ارائه میشه و یک درس معمولاً اختیاری هست. توی مقاطع ارشد و دکترا ما CFD 1 رو داریم، CFD 2 رو داریم، تولید شبکه رو داریم، درس آشفتگی رو داریم و درس مدل سازی آشفتگی که همه اینها با CFD مرتبط میشن و میبینید که CFD یک مبحث کاملا گسترده هست. من هدفم این هست که شما رو با مفاهیم اصلی CFD آشنا بکنم تو این دوره. بنابراین مخاطبان اصلی من تو این دوره کسانی هستند که میشه گفت آشنایی اولیه‌شون با CFD صفر هست و هیچ آشنایی ندارن و تازه میخوان با CFD آشنا بشن. دوره مخصوص این دوستان هست، ولی این به معنی این نیست که واسه کسایی که CFD کار هستن و تا حالا با CFD کار کردن این دوره مفید نیستش. نه، میتونه برای اونها هم مفید باشه. برای خود من با وجود اینکه خب تو حوزه CFD زیاد کار کردم، بعضی از مطالبی که واسه این دوره تهیه کردم تازگی داشت و مفید بود و خیلی برام جالب بود. این یه نکته. نکته بعدی این که ما سعی کردیم این دوره رو به صورت تعاملی تهیه بکنیم، یعنی به این صورت که شما در حین آموزش و یادگیری این دوره ازتون سوال پرسیده میشه، کویز پرسیده میشه و باید به اونها جواب بدید و فیدبک به شما داده میشه. به کمک این سعی کردیم که دوره براتون مفیدتر باشه. در انتهای دوره یک سری تمرین براتون در نظر گرفتیم که توصیه میشه این تمرین ها رو حتما انجام بدید تا انشاءالله این دوره براتون یک دوره کاملا مفید باشه. خب بریم سراغ جلسه اول دوره آشنایی با مفاهیم CFD که عنوان این جلسه هست CFD چیست؟ خب تو این جلسه میخوایم چیکار بکنیم؟ در این جلسه می آموزیم که CFD چیست و چه جایگاهی در بین سایر روش‌های حل مسئله دارد. مزایا و معایب CFD از دیگر مطالبی است که در این جلسه با هم مرور خواهیم کرد. هدف اصلی این دوره دوستان این هست که شما جایگاه CFD رو در بین سایر روش‌های حل مسئله بشناسید. نه توقع زیاد و بیش از اندازه از CFD داشته باشید و نه اون رو دست کم بگیرید و در حقیقت بتونید درست از CFD به عنوان یک ابزار استفاده بکنید. مطالبی که خدمتتون توی این جلسه گفته میشه، در مرحله اول یک مسئله رو با هم مطرح میکنیم که مسئله پایه یک پل هست. در حقیقت یک مسئله مهندسی رو من خدمتتون مطرح میکنم و میبینیم که چه روش‌هایی واسه حل این مسئله موجود هست و CFD این وسط چه جایگاهی داره. خب این روش‌ها رو به تفصیل خدمتتون من میگم که روش‌های تحلیلی، محاسباتی و تجربی هستن. هر کدوم از این روش‌ها رو معرفی میکنم، مزایا و معایبش رو خدمتتون میگم و هدف اصلی این هست که شما جایگاه CFD و اهمیت اون رو در بین سایر روش‌ها پیدا بکنید. خب CFD مخفف یا اکرونیم Computational Fluid Dynamics هستش که توی فارسی دینامیک سیالات محاسباتی ترجمه میشه. بنابراین موضوع اصلی CFD Fluid Dynamics هست، در مورد سیالات میخواد صحبت بکنه و یک روش حل مسائل سیالاتی رو میخواد مطرح بکنه. بنابراین نیاز هست شما قبل از این که بخواین از CFD استفاده بکنید با دینامیک سیالات آشنا باشید و مفاهیم اولیه اون رو مسلط باشید. خب دینامیک سیالات هم که یک شاخه بسیار گسترده در علم هست. من صرفاً واسه آشنایی اولیه و اینکه گستردگی مفاهیم فلوید داینامیکس رو درک بکنید چند تا مثال اینجا آوردم که اینا رو با هم مرور میکنیم.
مثال اول پرتاب شاتل هستش که با هم یک ویدئوی کوتاه از اون رو مشاهده میکنیم. خب چه ارتباطی این ویدئو به فلوید داینامیکس داره؟ در مرحله اول خروج گازهای حاصل از احتراق از بوسترهای شاتل رو دارید میبینید که جریان در یک نازل هست و حالا جت خروجی از یک نازل رو دارید مشاهده میکنید که بررسی و تحلیلش در حوزه فلوید داینامیکس هست. غیر از اون میشه به جریانی که از روی بدنه شاتل عبور میکنه و آردینامیک خارجی بدنه شاتل هم اشاره کرد که به عنوان یک مثالی که توش فلوید داینامیکس حضور داره این رو خدمتتون من اینجا نشون دادم. مثال بعدی یک فن هست. این که چجوری این فن باعث خنک شدن فرد میشه و بحث انتقال حرارت در حالت کلی از دیگر زیر مجموعه های فلوید داینامیکس هست. مثال بعدی این فنجان قهوه رو مشاهده می کنید که بخارها رو می بینید که دارن به سمت بالا حرکت می کنن. یک مثال سیالاتی دیگه هستش. و این مثال آخر هم که یک جریان کانال هست، جریان آبی که ظاهراً متلاطم هست و می دونید که در سیالات جریان میتونه آشفته باشه. اینها چند نمونه از مسائل سیالاتی بود که همه اینها رو میشه به کمک CFD تحلیل کرد. خب بریم سراغ یک مسئله خیلی ساده. فرض کنید از شما به عنوان کسی که در حوزه مهندسی کار کرده و درس خونده از شما میخوان که جریان روی پایه یک پل رو تحلیل بکنید. فرض کنید به شما میگن ما یک پل داریم، پلی که اینجا دارید مشاهده میکنید، اطلاعات جریانی که به این پل به پایه های پل میخوره رو در اختیار شما قرار میدن، از جمله مثلا سرعت جریان آب، دما، فشارش، اطلاعات خود آب به عنوان یک سیال از جمله چگالی، لزجتش، اطلاعات پایه پل رو از جمله هندسش رو در اختیار شما قرار میدن و از شما میخوان در یک نقطه از این پایه پل فشار آب رو مشخص کنید. پس یک مسئله مهندسی خیلی ساده، از شما به عنوان یک مهندس میخوان که فشار در یک نقطه خاص از این پایه پل محاسبه کنید. خب چه روش هایی واسه پیدا کردن جواب این سوال شما دارید؟ چه کار میتونید انجام بدید؟ خوبه که در مورد این سوال فکر کنید. این مسئله خیلی ساده، فشار روی پایه یک پل، فشارش رو میخوایم شما حساب کنید. فرض کنید هندسه و شرایط جریان هم کاملا مشخص هست. ببینید چه روش هایی به ذهنتون میرسه. ببینید این پل، این پایش، اطلاعات همه در اختیار شما هست و میخواین جواب این مسئله رو پیدا بکنید. خب در حالت کلی پس ما یک پدیده فیزیکی که اینجا سیالاتی هست رو داریم و به ما میدن و میخوایم حلش بکنیم. اتفاقی که میفته واسه حل این مسئله چی هستش؟ در درجه اول شما باید از این مسئله واقعی یک مدل فیزیکی بسازید، یک مدل فیزیکی براش ارائه بدید. یعنی چی مدل فیزیکی؟ یعنی بیاین اون رو در قالب یک مسئله ای که توش از اصطلاحات علمی و سیالاتی استفاده شده مدل بکنید. خب یک پایه پل آب میاد روش، این مسئله فیزیکی هست، ولی شما واسه حل این مسئله لازمه این مسئله رو مدل بکنید، یک سری فرضیات روش انجام بدید
تا بتونید مسئله رو حل بکنید. مثلا اینکه بیاین بگین این پایه پل رو با توجه به هندسه‌اش من یک استوانه در نظر میگیرم. این مدل سازی مسئله است، مدل سازی فیزیکی هستش. یا جریان آب رو بیاین فرض کنید بگید من این جریان رو یونیفرم فلو در نظر میگیرم، یک جریان یک نواخت با این خواص در نظر میگیرم. این میشه مدل فیزیکی که مطمئناً وقتی ما از پدیده فیزیکی به مدل فیزیکی میرسیم داریم یک سری خطای مدل سازی رو وارد مسئله میکنیم و از مسئله واقعی مقداری دور میشیم. مثلا ممکنه این پایه پل واقعا یک استوانه کامل نباشه یا ما یک استوانه در نظر میگیریم با یک سطح صاف. خب این پایه پل ممکنه کلی زبری سد داشته باشه. بنابراین وقتی ما از پدیده فیزیکی به مدل فیزیکی میرسیم یه مقداری خطای مدل سازی وارد مسئله میشه و میتونه دقت ما رو تحت تاثیر قرار بده. خب مرحله بعدی چی هست؟ ما واسه اینکه این مسئله رو بتونیم حل بکنیم میریم واسه اون مدل فیزیکیمون یک مدل ریاضی ارائه میدیم که همون معادلات حاکم هستن. میگیم بر این مسئله چه معادلاتی حاکم هست و حالا میریم دنبال حل این معادلات میگردیم. پس اینجا هم وقتی ما از مدل فیزیکی به مدل ریاضی میرسیم یک سری خطای مدل سازی وارد مسئله میشه که دوباره دقت ما رو تحت تاثیر قرار میده. خب پس ما یک پدیده فیزیکی داشتیم، رسیدیم به یک سری معادلات. حالا میخوایم معادلات رو حل بکنیم. خب ببینید دوستان، معادلات حاکم بر جریان سیال که همونطور که میدونید معادلات نویر-استوکس نامیده میشن در حالت کلی یک دستگاه معادلات PDE کوپل غیرخطی هست. این معادلات نویر-استوکس بر همه جریان ها حاکم هستند. یعنی اون دو تا اسلاید قبل که من چند تا مثال فلوید داینامیکس زدم، معادله حاکم بر همه اونها معادلات نویر-استوکس هست که یک نکته نوید بخش و خوشحال کننده هست از این جنبه که ما معادله حاکم بر تمام جریان ها و سیالات رو میدونیم که معادلات نویر-استوکس هستن و خوبه که ما این معادلات رو داریم و میدونیم و در حالت کلی این معادلات نویر-استوکس فرض خاصی ندارن غیر از پیوستگی سیال. البته در جلسات آینده ما کاملتر در مورد معادلات نویر-استوکس صحبت میکنیم. خب آیا این معادلات نویر-استوکس که میگیم واسه همه جریان ها برقرار هستند رو خب حالا ما میتونیم به صورت ریاضی و به کمک ابزار ریاضی حل بکنیم؟ اگه اینجوری میبود که خیلی خوب میشد دیگه. ما هر جریانی داشتیم معادلات حاکمش رو داشتیم، باندری کاندیشن رو اعمال میکردیم و جواب اون رو به دست می آوردیم دیگه. با وجود این ما نیازی به CFD نداشتیم، نیازی به کار آزمایشگاهی نداشتیم و اصلا دنیا شکل دیگه ای بود اگه ریاضیات قادر به حل تحلیلی معادلات نویر-استوکس بود. ولی ریاضیات این توانایی رو متاسفانه نداره. چرا؟ دلیلش این هست که اینجا نوشتم ما با یک دستگاه معادله سر و کار داریم. این معادلات PDE هستن، این معادلات کوپل با هم هستن و غیر خطی هستن. همه اینها باعث میشه این معادلات رو نشه به راحتی حل کرد. اولا دستگاه معادله است، یک معادله نیست. معادلات PDE هستن، معادلات به هم وابسته هستن، کوپل هستن و معادلات غیر خطی هستن. همه اینها باعث پیچیدگی و دشواری حل این معادلات میشه. خب گفتم خدمتتون که این معادلات رو بعداً مفصل‌تر ما در موردش صحبت می‌کنیم. همونطور که می‌دونید معادلات حاکم بر جریان سیال در حالت کلی شامل بقای جرم، بقای مومنتوم و بقای انرژی میشه که حالا فرمای مختلفی میتونه این معادلات داشته باشن و با توجه به ماهیت مسئله ما میتونیم از فرم دلخواهمون استفاده بکنیم. در حالت کلی اینا میتونن فرم انتگرالی داشته باشن، اینتگرال فرم، یا فرم دیفرنشیال فرم به این صورت. باز خود فرم دیفرانسیلی میتونه فرم بقایی یا کانزرواتیو داشته باشه و فرم غیر بقایی یا نان کانزرواتیو که ما در مورد این مباحث در جلسه معادلات حاکم مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. ولی همونطور که می‌بینید این معادلات ساده‌ای نیستن. این معادلات باید در کنار یک سری باندری کاندیشنز و اینیشیال کاندیشنز حل بشن و معادلات همونطور که گفتیم دستگاه معادله هستن، کوپل به هم هستن. مثلا اینجا که رو داریم یا وی داریم در معادله بقای جرم، در معادله بقای مومنتوم هم رو و وی رو داریم. اینجوری نیست که یک معادله داشته باشیم مثلا معادله بقای جرم ازش یک
یا 2 کمیت رو حساب بکنیم بعد بریم سراغ معادله بعدی. نه، این معادلات دستگاه هستن و باید کوپل هستن و باید با هم حل بشن و غیر خطی هم هستن که باعث میشه حلشون مشکل تر باشه. خب پس برگردیم به مسئله پایه پل. ما معادلات حاکم بر این مسئله رو پیدا کردیم، معادلات نویر-استوکس. حالا میخوایم بریم این معادلات رو حل بکنیم، بریم ببینیم چه روش‌هایی واسه حل این معادلات وجود داره. خب روش اول روش تحلیلی یا آنالیتیکال متد هستش. در حقیقت روش تحلیلی روشی است که شما تو دانشگاه در اکثر دروس با اون سر و کار دارید. در اکثر درس ها میان معادلات حاکم مربوط به اون درس رو خدمتتون ارائه میدن و با یک سری فرضیات اونا رو حل میکنن. این میشه روش تحلیلی که معرفیش رو اینجا خدمتتون میگم. در روش تحلیلی آنقدر فرضیات ساده کننده در صورت مسئله و نیز در معادلات حاکم اعمال می شود که بتوان با استفاده از ابزار ریاضی یک جواب پیوسته به صورت closed form در حالت کلی، فرض کنید f جواب ما هست تابع مکان و زمان x y z و t، در تمام میدان حل برای مسئله ارائه داد. پس به صورت خلاصه روش تحلیلی یعنی چی؟ یعنی ما بیایم معادلات حاکم رو تا اونجایی که بتونیم با کمک ابزار ریاضی به جواب برسیم ساده بکنیم. هی فرض توش انجام بدیم، مثلا فرض تراکم ناپذیری داشته باشیم، فرض غیر لزج بودن داشته باشیم، فرض استدی داشته باشیم، فرض غیر چرخشی داشته باشیم. چون نمیتونیم به کمک ابزار ریاضی و در حالت فرم کامل معادلات حاکم رو در حالت کامل حل بکنیم، میام هی توش فرض و فرض و فرض انجام میدیم تا بتونیم اون رو حل بکنیم و به یک جواب کلوزد فرم برسیم. این میشه روش تحلیلی. مثلا توی مسئله استوانه، همین مسئله پایه پل که ما اومدیم مدل فیزیکیش گفتیم یک استوانه هست، تو روش تحلیلی چی کار میکنن؟ میان فرض غیر لزج میکنن، تراکم ناپذیر میکنن، غیر چرخشی میکنن تا به کمک پتانسیال فلو، به کمک جریان پتانسیال این فرضیات رو روی جریان انجام میدن. خود استوانه رو استوانه طویل در نظر میگیرن. چرا طویل در نظر میگیرن؟ چون از اند افکت ها بتونیم صرف نظر بکنیم، یعنی جریان کاملا دوبعدی باشه. با این فرضیات و روشی که توی پتانسیال فلو هست که توی درس سهالات میتونید برید بالش جزئیاتش رو ببینید، میان توزیع فشار حول استوانه رو به صورت CP 1/4 سینوس 2 تتا به دست میارند. پس روش تحلیلی به ما میگه توزیع فشار حول استوانه 1/4 سینوس 2 تتا هست و خب اون کسی که از ما فشار در یک نقطه خاص از پایه پل رو خواسته، ما میتونیم تتاش رو ببینیم چند درجه هست، بذاریم تو این رابطه و فشار رو به دست بیاریم. ولی خب میبینید که کلی فرضیات هم رو جریان و هم رو هندسه کردیم تا بتونیم به این جواب برسیم. خب در واقعیت جریان نه غیر لزجه، نه تراکم ناپذیره و نه غیر چرخش. یک جریان برای خودش حتی میتونه جریان روی پایه پل آن استدی هم باشه. ولی ما این فرضیات رو کردیم تا بتونیم با کمک روش تحلیلی به یک جواب برسیم. و این هم نتایج روش تحلیلی هست که در این شکل سمت راست شما خطوط جریان رو دارید میبینید. روش پتانسیال فلو و روش تحلیلی در این مسئله یک جریان کاملا متقارن رو به ما داره میده. نقاط پرفشار، نقاط کم فشار رو دارید مشاهده میکنید. شکل سمت چپ توزیع فشار رو داره از جلو استوانه، یعنی فرانت استگنیشن پوینت، تا پشت استوانه که تتاش 0 هست، ریر استگنیشن پوینت نشون میده. دوباره یک توزیع کاملا متقارن در جلو و عقب استوانه رو مشاهده میکنید که واسه سطوح بالا و پایین، تاپ و لوور سرفیسز، ببینید یکسان هست و یک جریان کاملا متقارن رو به ما روش تحلیلی میده. ولی در واقعیت میدونیم که خب این تقارن وجود نداره، ولی ما این فرضیات رو انجام دادیم تا بتونیم به یک جواب واسه این مسئله برسیم. اونم مسئله به این سادگی. چرا ساده است؟ به این دلیل که یک مقطعش یک استوانه و یک دایره هستش. در حقیقت فرض کنید در همین مسئله به جای اینکه مقطع این پایه پل دایره بود، مثلا مربعی بود.
دیگه روش تحلیلی و پتانسیال فلو هیچ جوابی واسه ما نداره و شما حساسیت و شکنندگی روش تحلیلی رو دارید مشاهده میکنید. خب مزایای روش تحلیلی چی هست؟ یک جواب به صورت کلوزد فرم به ما میده. این خوبه، یعنی ما یک فرمول، یک رابطه داریم که جواب در دست ما هست، در دسترس ما هست، هر کاری بخوایم میتونیم به کمک این جواب انجام بدیم. این جزء مزایاش هست که یک فرمول و یک رابطه و یک جواب کلوز فرم به ما میده. مزیت بعدی روش تحلیلی این هست که در تمام میدان پیوسته حل ما جواب داریم. وقتی شما f x y z و t به شما روش تحلیلی جواب میده، یعنی در هر x y و z و t جواب داری دیگه، در هر جا دست بذاری جواب داری، در حالی که تو بقیه روش ها اینجوری نیست. و مزیت آخری که اینجا واسه روش تحلیلی ما آوردیم این هست که قابلیت بررسی اثر پارامترهای مسئله رو به صورت جواب کلوز فرم ما میتونیم داشته باشیم. یعنی فرض کنید یک مسئله رو به صورت تحلیلی حل کردید، توش یک پارامتر از هندسه ظاهر شده، مثلا قطر استوانه ظاهر شده. خب شما بخواید واسه قطرهای مختلف جوابهای این مسئله رو داشته باشید، به راحتی دی رو دارید، قطرهای مختلف رو توش جایگذاری میکنید و سی پی رو به عنوان مثال به دست میارید. بنابراین چون پارامترهای مسئله در اون کلوز فرم سولوشن ظاهر شده، اثر تغییر پارامترها به راحتی قابل بررسی هست، در حالی که خواهید دید در روش‌های دیگه به این سهولت ما نمیتونیم اثر پارامترها رو به دست بیاریم، چون یک کلوز فرم سولوشن نداریم تو بقیه روش‌ها. حالا در ادامه این جلسه این رو متوجه میشید کاملتر. خب معایب روش تحلیلی چی هست؟ همونطور که میدونی دقت کم این روش عیب اصلیش هست. خب چرا دقت کمی داره؟ چون ساده سازی های خیلی زیادی انجام دادیم، اینقدر فرضیات انجام دادیم که از مسئله واقعی دور شدیم و یک مسئله خیلی ایدئال رو داریم بررسی میکنیم که دقتش با اون مسئله واقعی نمیخونه به قول معروف و دقت کمی داره، ولی مجبور بودیم این فرضیات رو انجام بدیم تا به یک جواب برسیم. و عیب دیگر روش تحلیلی این هست که محدود به مسائل ساده و خاص هست. همونطور که گفتم همین استوانه رو سطح مقطع به جای دایره مثلا بشه مربع، دیگه ما براش جوابی نداریم. میبینید که محدود به مسائل خیلی ساده و خاص هست روش تحلیلی. خب این روش تحلیلی بود که یکی از روش‌های حل مسائل سیالات بود و حل مسائل معادلات حاکم بر جریان بود. خب ببینید تو CFD چه اتفاقی میفته. خب تو CFD ما دیگه نمیایم معادلات حاکم رو ساده کنیم، میایم اونا رو گسسته سازی و تقریب میزنیم، اونا رو گسسته‌شون میکنیم و تقریبشون میزنیم. یعنی معادلات رو به جای اینکه هی فرض غیر لزج کنیم یه ترم معادلات رو صفر کنیم و حذف کنیم، فرض استدی کنیم یه ترم دیگر رو حذف کنیم، میگیم نه همه ترما رو نگه میداریم، ما نمیخوایم از مسئله واقعی دور بشیم، ولی واسه اینکه بتونیم این معادلات رو حل بکنیم اونا رو تقریب میزنیم. یعنی چی تقریب میزنیم؟ خب ما دیدیم توی معادلات حاکم که معادلات توش مشتقها وجود داشت، واسه اینکه بتونیم این معادلات هم حل بکنیم این مشتقها رو میایم تقریب میزنیم، که حالا واسه تقریب زدن معادلات حاکم هم روش‌های مختلفی وجود داره. فعلا چیزی که اینجا میبینید روش فاینایت دیفرنس هست که مثلا ما مشتق دی یو به دی ایکس رو در یک گره آی میگیم هست یوی آی به اضافه یک منهای یوی آی تقسیم بر دلتا ایکس که میشه فوروارد دیفرنس. میتونیم حالا به صورت بکوارد دیفرنس یا سنترال دیفرنس هم این ترم رو گسسته کنیم و این ترم رو تقریب بزنیم. پس توی CFD ما میایم معادلات حاکم که در حقیقت یک سری مشتق هستند. توی معادلات نویر استوکس حد اکثر در حالت عادی مشتق مرتبه 2 ظاهر میشه و حالا مشتق مرتبه 1 هم که داره. پس میایم معادلات رو به کمک روش‌های مثل فاینایت دیفرنس تقریب میزنیم. وقتی ما همه ترم‌ها رو همه مشتق‌ها رو به این صورت تقریب زدیم دیگه معادله PDE نداریم. ببینید یه همچین ترمایی داریم، در حقیقت معادلات PDE رو تبدیل به یک سری معادلات جبری میکنیم که ساده تر هستن و کامپیوتر میتونه اونا رو حل بکنه. این کاری هست که توی CFD انجام میشه تا دقت
قابل قبول باشه و زیاد از مسئله واقعی دور نشیم. پس در حقیقت در CFD میدان حل واقعی که پیوسته هست به یک سری نقاط یا یک میدان گسسته تبدیل میشه که بهش گرید یا مش میگیم که در این مورد باز یک جلسه مفصل صحبت خواهیم کرد. این کاری هست که توی CFD انجام میشه. من سعی میکنم چون موضوع اصلی دوره ما CFD هست این رو بیشتر خدمتتون توضیح بدم. در این شکل سعی کردیم با جزئیات بیشتر اتفاقی که توی CFD میفته رو خدمتتون شرح بدیم. پس ما یک فیزیکال فینومنا داریم، یک سری وقایع فیزیکی داریم که سیالاتی هستند در حوزه CFD و یک دامنه فیزیکی داریم. یک مثلا توی مسئله استوانه یک جریان، یک دامنه از دامنه فیزیکی که جریان میاد روی پایه پل. خب میریم مدل سازی انجام میدیم، فیزیکال مدلینگ، دومین مدلینگ و معادلات حاکم بر مسئله رو شناسایی میکنیم. پس ما به یک ست معادلات حاکم میرسیم که در یک دامنه محاسباتی وجود دارن و حاکم هستن بر اون جریان. در مرحله بعدی باید این معادلات حاکم دیسکریتایز بشن، گسسته بشن، همون تقریبایی که توی اسلاید قبلی گفتم، و این دامنه فیزیکی پیوسته هم گسسته بشه به همون مشی که باز توی اسلاید قبلی گفتم برسیم. پس ما یک مسئله واقعی در یک میدان واقعی داریم که اینا میشن معادلات حاکمش. مدل سازی میکنیم، به معادلات حاکمش میرسیم. هم معادلات و هم دامنه باید گسسته بشه. حالا واسه گسسته کردن معادلات گفتم روش‌های مختلفی داریم: فاینایت دیفرنس، فاینایت والیوم، فاینایت الیمنت، باندری الیمنت که اینها بعداً در موردش صحبت میکنیم. دامنه هم واسه اینکه گسسته بشه ما مش‌های مختلفی میتونیم استفاده کنیم، مش‌های استراکچرد یا با سازمان، مش کارتزین، مش نان ارتوگونال، مش‌های مولتی بلاک، مش آن استراکچرد یا بی سازمان، مش‌های چیمرا که در جلسه مش مفصل در این مورد صحبت میکنیم. خب وقتی دامنه رو گسسته بکنیم، معادلات رو هم گسسته بکنیم، دیگه اون فضای پیچیده اولیه تبدیل میشه معمولا، نه همیشه، معمولا به یک دستگاه معادلات جبری که خب این دستگاه معادلات جبری رو به کمک روش‌های حل دستگاه ما میتونیم به کمک سولوشن متدها حلش بکنیم و به جواب برسیم. پس در CFD مسئله واقعی رو مدل میکنیم، گسسته میکنیم، به یک دستگاه معادلات و به یک معادلات جبری میرسیم که کامپیوتر میتونه اون رو برای ما حل بکنه. این اتفاقی است که توی CFD میفته. به عنوان باز یک مثال دیگه و مثال کاربردی تر، فرض کنید یک برد الکترونیکی داریم که توش یک پروسسور هست اینجا و حالا یک فنی یا حالا به هر روش دیگه یک هیت سینک گذاشتیم که این برد رو خنک بکنه. خب این یه مسئله است. شما میخوان توضیح دمای این برد رو پیدا بکنید. طبق چیزی که در این شکل توضیح دادیم باید بیاین دامین مدلینگ انجام بدین، فیزیکال مدلینگ انجام بدین. توی دامین مدلینگ ما میام این برد رو به صورت دو بعدی به این صورت مدل میکنیم. این دامنه حل ما در حقیقت میشه این پروسسور میشه و اینم اون هیت سینک رو به این صورت مدل میکنیم. در قسمت فیزیکال مدلینگ باید معادله حاکم بر اون جریان رو که اینجا معادله انتقال حرارت کانداکشن هست رو بیایم ببینیم چی هست، پیداش بکنیم. خب گسسته سازی دامنه فیزیکی که اینجا یک دامنه پیوسته داریم باید گسستهش بکنیم، به مش یا گرید برسیم. به این صورت اومدیم این فضای پیوسته رو به یک فضای گسسته تبدیل کردیم در این سلول ها. بعد میریم دنبال جواب میگردیم چجوری به کمک گسسته سازی معادلات حاکم. ببینید این قسمت ما میایم در اون سلول هایی که داریم معادله حاکم رو به کمک روش هایی که یک معادله PD هست تبدیل میکنیم به این سطر پایین تر که یک معادله جبری هستش که اینا جزئیاتش رو بعداً خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب بعد از اینکه ما فضای پیوسته و معادلات رو گسسته کردیم میریم حل میکنیم که معمولا یه دستگاه معادلات خطی هست و باید اون رو بکنیم که روش هایی حل بکنیم تا به جواب برسیم. این میشه کاری که توی CFD انجام میشه به صورت خیلی خلاصه. خب بعد از معرفی CFD ببینیم CFD واسه این مسئله استوانه به ما چی میده. این
یک نمونه از حل جریان حول استوانه به کمک CFD هست. میبینید یک مسئله دو بعدی بوده، سلولای شبکه رو دارید میبینید چند ضلعی هستند. اینها کانتورهای ورتیسیتی هستند و این هم لژند این کانتورها هستند. خب مزایای CFD چی هست؟ در مقایسه با روش تحلیلی دقت بالاتری داره. چرا؟ چون اون فرضیات ساده کننده رو انجام ندادیم. جزئیات کافی در اختیار ما قرار میده. اگه مش ریزی بزنیم، هر جا مش داشته باشیم، سلول داشته باشیم، خب اطلاعات جریان رو داریم. ولی به این صورت نیست که مانند روش تحلیلی در همه جای میدان حل ما اطلاعات رو داشته باشیم. نه، هر جا سلول شبکه داریم اطلاعات حل رو داریم. خارج از اون اگه بخوام اطلاعات حل رو داشته باشیم باید اینترپولیت انجام بدیم. ولی چون نسبت به روش تجربی جزئیات بیشتری در اختیار داریم، جزئیات کافی داشتن رو ما اینجا جزء مزایای CFD آوردیم. ولی اگه بخوایم با روش تحلیلی این رو مقایسه بکنیم، جزئیات کمتری در اختیار داریم و میتونه این نسبت به روش تحلیلی عیب CFD باشه. ولی گفتم اگه مش ریزی داشته باشیم، جزئیات کافی در اختیار داریم و هزینه‌ش هم معمولا مقرون به صرفه هست. مثل روش تجربی نیست که نیاز به تجهیزات خاصی داشته باشیم. با یک رایانه میتونیم، حالا اگه مسئله خیلی پیچیده نباشه و شبکه محاسباتی حجمی نداشته باشه، به جواب برسیم. اینها مزایای CFD بودن. خب معایب CFD هم اصلی ترین عیبش این هست که نیاز به اعتبار سنجی یا ولیدیشن داره. شما هیچ وقت نمیتونید بدون ولیدیشن به نتایج CFD اعتماد کنید. حتما نیاز هست تا اون کد CFD، اون نرم افزار CFD، اون سالور رو با نمونه های آزمایشگاهی، نتایج تجربی مقایسه بکنید و اگه دقتش در حد قابل قبول بود، بعداً به نتایج اون ستینگ عددی، به نتایج اون کد عددی یا نرم افزار عددی میتونید اعتماد کنید. بنابراین این یک از معایب CFD محسوب میشه که نیازمند به روش تجربی هست واسه اعتبار سنجی. یعنی خودش به تنهایی ناقص هست و این اعتبار سنجی رو باید انجام بدیم تا بعداً بتونیم به نتایجش اعتماد کنیم. عیب دیگه اون هست که زمان و هزینه محاسباتیش میتونه تو بعضی از مسائل خاص خیلی زیاد و غیر قابل تحمل باشه و نیاز به کامپیوترهایی با سخت افزارهای خیلی سطح بالا باشه تا بتونه جواب بده. در بعضی از مسائل ممکنه هفته ها یا ماه ها یک کامپیوتر حتی پرسرعت باید روشن باشه، در حال ران باشه تا ما بتونیم به جواب برسیم. بنابراین تو بعضی از مسائل خاص میتونه زمان و هزینه محاسباتیش زیاد باشه که جزء معایبش محسوب میشه. و همونطور که قسمت قبل گفتم، نسبت به روش تحلیلی خب جزئیات کمتری از میدان حل رو ما داریم و اطلاعات ما از میدان حل محدود به جایی میشه که سلول داریم، بقیه باید اینترپولیت بکنیم که خب خود اینترپولیت باز خطا آفرین هستش. این میشه روش محاسباتی یا CFD. خب روش دیگه ای که واسه حل مسائل سیالاتی ما در اختیار داریم روش اکسپریمنتال یا تجربی یا آزمایشگاهی هستش. در حقیقت توی روش تجربی دیگه ما از معادلات حاکم استفاده نمی کنیم. بنابراین مدل سازی فیزیکی، مدل سازی ریاضی که هر کدومش خطا داشتن حذف میشن. اصلا با معادلات کار نداریم. باندری کاندیشن برامون مهم نیست، اینیشیال کاندیشن برامون مهم نیست، چون معادله ای نیست. مستقیم میریم مسئله مورد نظر یا نمونه مشابهش رو تو آزمایشگاه بررسی میکنیم، تست میکنیم و خواص جریان رو اندازه‌گیری میکنیم یا جریان رو آشکارسازی میکنیم. بنابراین اینجا چون معادلات حاکم و فرضیات اون و ساده‌سازی های اون معادلات حاکم حذف میشن، قطعا ما جواب دقیق تری داریم. ولی این به این معنا نیست که هر نتیجه تجربی رو بگیم که نتیجه لزوما درستی هست. خود روش تست گرفتن باید درست باشه، از سنسورهای درستی استفاده کنیم، سنسورها دقت قابل قبولی داشته باشن، برد داده برداری که استفاده میکنیم دقت قابل قبولی داشته باشه، جوری داده برداری بکنیم که نویز روی پرشر ترانسدیوسرها نیفته، تحلیل سیگنال های حاصل از تست تجربی مهم هست، سیگنال پروسسینگ درستی انجام بدیم. به هر حال روش تجربی هم ملاحظات خاص خودش رو داره، ولی اگه این ملاحظات رعایت بشه دقت
قابل قبول و خوبی رو میتونه واسه ما ارائه بده. باز به عنوان مثال در همین مسئله استوانه سمت راست میبینید که جریان آشکارسازی جریان رو استوانه انجام شده و خب ما میتونیم یک پیکچری نمای کلی از میدان جریان داشته باشیم. اگه نیاز داشته باشیم میتونیم روی سطح این استوانه پرشر ترانسدیوسر بذاریم و فشار رو هر جا نیاز داریم ثبت بکنیم. میتونیم در این وی که این استوانه بیام یک ریک بذاریم و توزیع سرعت، توزیع فشار رو به دست بیاریم و هر اطلاعات دیگه‌ای که نیاز داشته باشیم رو توی مسئله تجربی میتونیم به کمک سنسورینگ مناسب به دست بیاریم. در این شکل سمت چپ هم توزیع فشاری که از اکسپریمنت این کرو قرمز رنگ رو میبینید رو اومده با نتیجه 1/432 تتا که روش تحلیلی بود مقایسه کرده. میبینید در جلو استوانه تا این حدود جوابا کاملا روی هم افتاده، ولی از یه جایی به بعد که لایه مرزی داره رشد میکنه جوابا اختلاف دارن. دلیلش این هست که توی روش تحلیلی ما فرض غیر لزج کردیم و اصلا لایه مرزی نمیبینیم، ولی خب تو واقعیت و روش تجربی لایه مرزی هست و رشد میکنه و بعد از اینکه لایه مرزی یه مقدار رشد کرد میبینید اختلاف جواب ها به نسبت زیاد میشه. اینجا -3 است، اینجا تقریبا -2.5 که خطای خب زیادی هست. دیگه چیزی که این شکل به ما میگه این هست که ببینید تقریبا از این حول و حوش تقریبا حالا از 120 درجه بستگی به عدد رینولدز داره تا 130-40 درجه میبینید جدایش اتفاق افتاده، یعنی اکسپریمنت جدایش رو پیش بینی کرده که منطبق بر واقعیت هم هست و در ناحیه سپریشن فشار تقریبا ثابت مونده، ولی روش تحلیلی اصلا جدایشی ندیده، اصلا لزجتی نداره که بخواد جدایشی ببینه و یک توضیح کاملا متقارن به ما میده. خب مزایای روش تجربی همونطور که اطلاع داری دقت بسیار بالاش هست به خاطر حذف خطاهای مدل سازی و مزیت دیگهش این هست که ما از اون استفاده میکنیم واسه اعتبار سنجی سایر روش ها. معایب روش تجربی خب هزینه بالایی داره. شما بخواین روش تجربیتون دقت بالایی داشته باشه باید از سنسورهای با دقت بالا استفاده بکنید که هزینه زیادی میتونه تهیهشون داشته باشه. کارت داده برداریتون باید دقیق باشه. اگه بخواین آشکارسازی انجام بدید نیاز به تجهیزات آشکارسازی دارید که هزینه دارن، مثلا دوربین خاصی احتمالا نیاز داشته باشید. بنابراین هزینهش بالا هست روش تجربی. دسترسی خیلی کمی به جزئیات میدان حل ما داریم. هر جا سنسور گذاشتید شما اطلاعات رو دارید و اگر هم آشکارسازی جریان انجام بدید خب یک پیکچر کیفی از میدان حل میبینید و اطلاعات کمی در اختیار ندارید. در حقیقت در مقایسه با سایر روش ها کمترین جزئیات حل رو ما داریم و بخوام جزئیات زیادی داشته باشیم با سنسور زیادی بذاریم که خب سنسور زیاد باز گفتیم تهیهشون هزینه داره. اون بردتون باید اونقدر کانال داشته باشه که بتونه همه اون سنسورها رو بخونه و ثبت بکنه. بنابراین کمترین جزئیات حل رو در مقایسه با سایر روش ها داریم که عیب روش تجربی محسوب میشه. عیب دیگه روش تجربی این هست که مسئله در یک فضای بسته مدل میشه. خب توی واقعیت مثلا همین مسئله پل یک میدان بی‌نهایت داریم، یک جریانی که میاد روی پایه پل، ولی ما بخوایم این رو تو آزمایشگاه انجام بدیم یک محدوده خاصی از این مسئله واقعی رو داریم مدل میکنیم و در یک فضای بسته داره مدل میشه مسئله که میتونه این اثر بذاره روی نتایج روش تجربی. نکته دیگه و عیب دیگه روش تجربی این است که اثر تغییر پارامترها به سختی و با هزینه زیاد در این روش بررسی میشه. مثلا شما یک استوانه رو تست کردید، سنسور گذاشتید، فشاراشو به دست آوردید، حالا از شما میخوان یک استوانه با قطر مثلا 2 برابر رو فشارش رو حساب کنید. خب اگر روش تحلیلی بود یک فرمول داشتید میذاشتید توش و جواب به دست میومد واسه قطر 2 برابر. تو روش تجربی شما باید برید دوباره تست بگیرید واسه اینکه یک اثر پارامتر مثلا اینجا قطر رو بتونید بررسی بکنید. بنابراین اثر تغییر پارامترها به سختی اینجا بررسی میشه که عیب دیگه روش تجربی هستش. خب به عنوان جمع‌بندی و قبل از اینکه این متن رو من خدمتتون توضیح بدم، ببینید ما یک مسئله فیزیکی، یک پدیده فیزیکی سیالاتی داریم که میخوایم حلش بکنیم، میخوایم ببینیم چه روش‌های حلی
در اختیار ما هستش. خب در مرحله اول گفتیم میریم مدل فیزیکیش رو ارائه میدیم که اینجا خطای مدل سازی وارد حل ما میکنه. از روی این مدل فیزیکی میریم معادلات حاکم و مدل ریاضیش رو به دست میاریم که باز اینجا خطای مدل سازی داریم. حالا معادلات حاکم رو به دست آوردیم، میخوایم به جواب، به عدد برسیم. روش‌های مختلفی داریم که گفتیم روش تحلیلی هست، روش عددی هست و روش تجربی که گفتیم با این معادلات حاکم و این مدل سازی ها کار نمیکنه. یک پدیده فیزیکی داریم مستقیم میره اون رو تست میگیره و به جواب میرسه، به عدد میرسه و به همین دلیل خب دقتش بیشتر هست. در کنار این روش ها ببینید تو این شکل من روش مهندسی رو هم آوردم ولی توی اسلاید ها توضیح ندادم. دلیلش این هست که روش مهندسی دقیقا روش مستقلی نیست، از ترکیبی از روش های عددی، تحلیلی و تجربی استفاده میکنه و سعی میکنه با هزینه معقول و زمان معقول به یک جواب برسه. بنابراین ترکیبی از سایر روش ها هستش و روشی هست که حالا در بعضی از مسائل خاص میشه ازش استفاده کرد. خب پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که CFD روشی برای پیشبینی جریان سیال، انتقال حرارت، انتقال جرم و واکنش‌های شیمیایی و سایر پدیده‌های مرتبط به وسیله حل عددی معادلات حاکم بر این پدیده‌ها است. این روش نیاز به ولیدیشن، اعتبار سنجی به کمک نتایج روش تجربی داره و نیاز به استقلال حل از شبکه داره که بعداً در این مورد صحبت خواهیم کرد. با توجه به دقت قابل قبول و هزینه کم روش عددی، البته هزینه‌اش معمولاً کم هست، از این روش به صورت گسترده توی مسائل صنعتی استفاده می شود. خب دوستان، من سعی کردم شما رو با CFD آشنا بکنم خیلی به صورت ساده تو این جلسه تا شما جایگاه CFD رو متوجه بشید، بدونید CFD چه کار میکنه و چه قابلیت‌هایی داره، بدونید دقتش در چه سطحی هست، در چه مسائلی میتونید ازش استفاده کنید. حواستون باشه که ازش استفاده میکنید بدونید نیاز به ولیدیشن داره. جایگاه CFD رو خوبه به درستی بشناسیم و توقع زیادی از CFD نداشته باشیم. اینجوری نباشه که فکر کنیم خب به کمک CFD میشه پس همه مسائل رو حل کرد، دیگه آزمایشگاه ها رو تعطیل بکنیم، ما CFD داریم، کامپیوتر بده به من هر مسئله‌ای بدی برات حل میکنم. نه، توقع زیاد از CFD نباید داشته باشیم و دست کمش هم نباید بگیریم. نباید بگیم که خب چجوری یک کامپیوتر میخواد به ما جواب بده، من اصلا قبول ندارم، من باید برم خود مسئله رو تست بکنم. اینجوری هم نیست. باید به کمک ترکیبی از روش‌های تحلیلی، روش‌های CFD و روش‌های تجربی ما بتونیم مسئله‌مون رو حل بکنیم و به سمت طراحی سیستم‌ها حرکت بکنیم. در انتهای این جلسه من یک سری سوال براتون آوردم، یک سری تمرین هست که خوب هست این سوالات رو بهش فکر بکنید، برید دنبال جوابش. کمک میکنه این سوال ها و جوابشون تا خودتون حداقل مطمئن بشید که مطالب این جلسه رو به درستی و کامل متوجه شدید. پس سعی کنید واسه این که بحث آموزش این جلسه و این مفاهیم کامل بشه جواب این سوالات رو برید دنبالش. حتما سوال اول: چرا روش تجربی بیشترین دقت را دارد؟ که توی همین ویدیوها در موردش صحبت کردیم. سوال دوم: گفتیم برای اعتبار سنجی روش عددی از نتایج روش تجربی استفاده میشه. حالا سوالی که من اینجا ازتون میپرسم این هست که خب برای اعتبار سنجی و اطمینان از نتایج روش تجربی چه کاری میشه انجام داد؟ روش عددی ولیدیشنش رو گفتیم، ولیدیشن روش تجربی به چه صورت هست؟ چه کارهایی انجام میدن که ما بتونیم به نتایج روش تجربی اعتماد کنیم؟ اینو برید دنبالش. سوال سوم: با وجود CFD چه نیازی به انجام آزمایش‌های تجربی هست؟ فرض کنید یک کد یا سالور CFD دارید و ولیدیشن هم روش انجام شده، ولید شده. آیا صرفاً به کمک CFD ما میتونیم یک سیستم رو طراحی کنیم، بسازیم و در اختیار مشتری قرار بدیم؟ به این سوال فکر کنید. سوال آخر: چرا ریاضیات قادر به حل تحلیلی معادلات حاکم بر جریان سیال نیست؟ که گفتیم اگه قادر به حل می بود دنیای ما شکل دیگه ای می داشت. ممنون از توجه شما. در صورتی که ابهام یا سوالی داشتید در مورد این جلسه میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که اینجا میبینید
با ما در ارتباط باشید.